گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 21. پری طاووس، مرگ طاووس. جاندار به اسم آدمیزاد به این صورت تا به حال ندیده بودم. این دیو صورت مثل حیوانی که انتظار طعمه با مزه باشد و در سر راهش مانعی زنده ناچیزی پیدا شده او را اندرما کردنی می شود، به من با نفرت می نگریست. همزمان با نمایش جثه بزرگ و بدعفت خود می خواست در دل من واهمه نشاند تا این فقیر به مقصد اصلی هجوم او به صید مورد هدفش کوشش مانع کردن را عملی بیفایده شمارم. آن بدگوهر چشمانش را بازی دارنده پرسید: بچه مال کجاستی؟ از بخارای شریف، گفتم با غضب. بخاره هست اما دیگر شریف نیست، مال کفر است. شما هم کفیر شدید. نان شما حرام است، خانه شما حرام است. ما علی بن اسلام در بخارا پیدا میکنم، گفت آن دیوسار و مرا یک سو به 60 تیله داده به خرامان که این وقت فرنجی را پوشانیده پشناکی به مرد بیگانه می ایستاد اشاره کرده. این عجیزه خانومی توست؟ گفته از من پرسید و انتظار پاسخ نشده: انا اکه خانومی من میشه، تو برا بیرون، میل داری تماشا کن. خود به خود گپ زده به خرامان نزدیک شد. خرامان ایا چجان گفته با تمام قوه فریاد کشیده خواست خس و خاشاک کپه را شکسته چپه کرده به بیرون فرار نماید. اما آن غول بیابان کلدیش نحس مثل درنده‌ای که همکنون صید خود را در یک جست در پنجه خونین خود تگی پا می کند از میانش درفتید و به آغوش خود کشید. من خودم مرده ایستاده بودم. باز آن بدکش که مرا با تمام قوت تیله داده بود به کنج کپه خسی افتاده مجال مقابله نمودن آن طرف ایستاد. هرچند کوشش کرده باشم هم فرای خیستن نداشتم. آب از چشمانم 6 قطار می ریخت. از سستی آدمیزاد گرگ آدمخوار پیدا می شده است، گفته به تقدیر لعنت دنیا می خواندم. آهوی بخاری دم تا بگیر، خوب میشه. دادرس در کلدیش ظلمه ولدی تورای علی پلونای. اینجا خودته، بخارم میم آچته. حال دیگه یک گیب میزنی. ایره به من اشاره کرده حال نفس گیر کرده میکشم. میمانی اینجا فهمیدی؟ گفته امر کرد که جایگاه خواب را خود خرامان درست کند. آن آدمخوار دست خرامان را رها نمی کرد. آن وقت اگر می توانست یقین از آن ظلم آباد می گریخت. این وقت فرنجی را از سر خرامان دور کرده با دستان افلاسش از گردن نازک او گرفته چند بار از سر و رویش بوسه هم کرد. دست زن را چند بار تکید که تیز باشد. چون جایگاه خواب درست شد تورای علی مثل درنده گشنه به صید در افتاد. کرته خرامان را از زیر گریبان 2 پاره کرد و او را زیر بغل کشید. یک دسته کمربند خود را آزاد کرد. شمشیر و غلاف را در برش نهاد و در پیش چشمان من به کار افلاس خود آغاز کرد. آن ظالم گاهی به گوشه چشمش به من نیم نگاه میکرد، گویا به بودن من ذوقش می آمده باشد الهام تازه می گرفت. از سوخته جز دود نه آید. دیگر من قوه و قدرتی نداشتم. غیر از آب چشم و هزار لعنت دنیا به کسی می گفتم که به اختیار خود آرزوی غریبی را می کند. نه هنر، نه منزلت، نه خانه و در، نه یار و برادر، با سبکساری اختیار و انتخابی دیار مردم کردم که شرط محوش بود. دخترش از باسمچه خلاص و برعکس خودش که به دست موی سفید خطیب هیز افتاده بود به جوانمرد رسد و خوشبخت شود. از آمدن خود به این دنیا اظهار نفرت می کردم. به خود می گفتم خوب می شد. در جوانی می مردم و این
نوجوان مردی نمی دیدم و ای کاش مرا مادر نزادی و گر می زاد مادر شیرم ندادی. ظلمه تا به صبح به عمل کثیفش با تمامی ذوق و هی و هوی آه و واه مشغول بود. چون روز سفید شدن گرفت با تنی لوچ و برهنه از جا برخاست. با سنبش این سو آن سوی کپه خسی را شط باران کرد. عاقبت نوک پایش را به قفس سینه من مانده. بخاری نان پندری پرسید. من خاموش ایستادم. ای حیوان مگه کری؟ من هیچ چیز نگفتم، اما از سخت زیر کردنش نفسم تنگ می شد. همزمان گمان می کردم که خیرامان مرده است. از این قدر عذاب. ناگه او از جاگه مثل عروسی نیکبخت پریده خیست. به ظلمه دسترخوان نان را آورد. آن پلید با دستان افلاس تیمساهوار در یک میژه زدن تمام نان را خورد. به یک دستش لطه دسترخوان را غیجیم کرده بروی من که چون نقش دیوار افتاده بودم سخت زد. به من نزدیک شد. از گریبانم گرفته مرا مثل که لندهور باشد از زمین برداشت. با تأخیر نگاه کرده. در بیرون اسبی تو؟ ها صاحب اسبی من، گفتم از ترس آنکه منی بیجان را بوغی نکند تا ببینم تقدیر باز چرا به من پیش می آرد. رو بندش کشا فرمود آن دیو. چون دستش را از گریبانم گرفت در جای خود مثل مرده افتادم و هوشم رفته است. بعد چندی به هوش آمدم. به اطراف نگاه کردم. حادثه تمام شب رخ داده پیش نظرم گذشت. چشمم به بیرون افتاد که از سمند پیک و درکی نمانده است. آن پلید سمند را با خود برده است. اما همان لحظه گرم گرم به پای اسب شنیده شد. دیدم که ظلمه لعین بازگشته فوک اسبش را به کپه خلانده به خیرامان با یک خنده اهریمنی اعلان کرد. خانم خوب بود، خوب بود. من باز میام ها. کدام قوه نامعلومی مرا واداری از جا برخاستن کرد. 2 قدم مانده تا جای یک میخی سمند بزور رفتم و من مثل هیکل یا مرده خشک شده که پای آن را در گیل مانده خشکانیدند به یاد راست ایستاده از پس سمند تا پنهان شدنش نگاه میکردم. گویا دیگر هیچ چیز را نمیدیدم. پیش چشمانم را سیاهی گرفته بود. گر تضرع کنی و گر فریاد دزد زر پس نخواهد داد. یک دم به هوش آمدم. به خود گفتم آه خاک در سرت مردک خانه‌دار. از ننگ و ناموس، تجاوز و تحقیر خیرامان تنها مانده خودش را کشت. او را باید بعد این عمل وحشیگی یگان لحظه تنها نمی ماندم. عیبی منی مرده که نتوانستم او را نجات بخشم. از وطن، از خانه و در، از مادر، خواهر و برادر خلاص شدم. اکنون خیرامان یگانه من که از پشت او آواره 100 دیار گشتم خود را کشت. به جای او را تسلی دادن، بخشش پرسیدن از پس سمند و این رهزنی لعنتی اندرمان شدم. آه تقدیر بدگویان، مثل که کپه آتش گرفته باشد و چیز عزیزترینی را از آنجا نجات می بخشیده باشم، بیماری و بی‌قوتی خود را فراموش کرده با شست خود را سوی خانه نعین پرتافتم. چون به آن منزل در آمدم دیدم که جاگه غنداشتگی، کرپه بالشتاب به ترتیب ماندگی، اسباب خاکسارانه روزگار، چاینک و پیاله ها به ترتیب، دستورمال ها بالای کرپه یک قد پناه کردگی، خسروبه های از این گیر و دار ریخته به پورگی چیندگی. کپه را در این مدت کوتاه به زودی به این منوال اولین بار می دیدم. خیرامان سر و لباس پوشیده رویش به آفتاب غروب. پشت طرف در خانه خسی در آمدن هیجان آوری مرا حس کرده، به آنکه طرف من گردد مرا به آغوش گرفته زار زار گریه کند. به پیش پایم افتد، زاری و ناله کند که بیا عزیزم، هرچی تیزتر این ملک را ترک کنیم، به وطن برگردیم. بس است این بی‌ناموسی، بس است این تحقیر گوید. یا آنکه از گریبان منی گناهگار بگیرد، در روی من توف کند. ای نامرد، تو برای همین روز مرا زن کردی.
خود را آدم گرفتی، از خانه‌ام به خانه کردی. قدرت و توانی مردی نداشتی، چرا شب و روز در گوش من افسانه خواندی؟ صدقه نام مرد شوی. یک مرد 4 زن را سرشته می کند، تو از عهده یک زن هم نمی برآمده گفته مرا دوباره شرمسار کند. برعکس او را در حالت روحی به وضع غیر چشم داشت دریافتم. خرامان احساس کرد که من در پس او در فکر باز ماندم. به آوازی بی‌اعتیانه چای میخوری گفته پرسید. تو چی؟ به سوال دادم من با ترس و هیجان. میلی گفت او. چای هم جوشید. دسترخوان گسترده شد. سر دسترخوان نشستیم. من به افت و اندام خرامان نگاه کردم. بری رو و گردن او مثل که سیاهی و سرخی کشیده باشند رنگارنگ شده جا جا به مانند پیشک خراشیدگی بود. گمان داشتم که پس از این حادثه حالت روحی او وحشت انگیز می شود و آمادگی می گرفتم که توانم او را آرام می کنم. سینچکارانه به تحت روی خرامان نگاه کردم. در قیافه او اصلا آثار غم و درد و احساس خجالت پیدا نکردم. برعکس آرام می نمود. من که خود را گناهکار می شماریدم از این رفتار خرامان چیزی را نمی فهمیدم. دم فرو بستم. خاموشی ما تقریبا 10 دقیقه ادامه یافت. طاقت نکرده پرسیدم. این ظالم گفت که باز می آید. ها به فکرم همین خیل، جواب داد او با کیمچ خیل حسیات قناعتمندی. عدم علاجی روی پشت کردن آن همزمان نسبت به من نهایت بی‌پروایانه. کاردیاکه سفر دادگی کجاست؟ پرسیدم از خرامان. چیکار میکنی؟ با خواطری سؤالی مقابل داد خرامان. بیاید میکشم این وحشی را. تو اول مرد شو. بالای پایت بیست. خودت را اداره کن. بعد اگر توانی دیگران را کش گفت خرامان. خرامان مرا حقیر نبین. من جوان مرد هستم. من ننگ و ناموس دارم. کارد را بیار. خودی حاضر گفتم به او. خرامان این طلبی مرا گویا نشنیده باشد، برعکس یک نگاهی تیغداری به من کرد. این زمان یک نمودی گبزنی آچش محوش را گرفت که صحبت من با او اولین بار با همین گونه جمله بندی ها و معنی سازی ها در میان افتاده بود. من کارد را در بین همین لط و پود کجای ماندم که حالی حاضر یافته به تو داده نمیتوانم. گفت با عتاب خرامان و با همان آهنگ سخنش را ادامه داده. مهمان ناخوانده خودی حاضر رفت. به فکرم به این زودی گشته نمی آید. به دلش گذشت. عجب، من این غارتگری زیناکار را حیوان میگویم. خرامان او را مهمان. پیش از این حادثه او را دیو صورت نام کرده از ترس قریب خود را می کشت. نخواد در یک شب این لندهوری آدمخوار در تصور این زنک ارزش پیدا کرده باشد. حس می کردم که اوضاعم خوب نیست. بدنم حالا تسپان است. اما تیشه را گرفتم مثل که می خزیده باشم. بیرون رفتم. چند ریشه شیرین بیه و خاری ینتاق را کافتم. آنها را در کپه آورده کوفتم. در چای جوش جوشانده در آن آب بازی کردم. جان کنده بالای گذری غریبان برآمدم. یک سبد قاقو با گل و گیاه و ریشه‌اش چینده آوردم. بی نمک بزور آنها را خوردم. احوالم بعد نیم ساعت باز هم بدتر شد. خوب پرتا کردم. پرتافتگیم هم از زردی و سیاهی با همان علفهای خوردم. از بهنگی و بخوابی مثل مرده خوابم برده است. نزدیک شام بیدار شدم. از جا ناخسته حس کردم که سبک شدم. روحم قوی گشته است اما پاچه هایم قوت ندارند. اولین بار در 10-15 روز آخر احساس ضرورت تناول نمودم. چای دم کردم. در کاسه نان قاق و قاق پاره را تر کرده به سیری خوردم. روز که خواب کرده بودم شب خوابم نمی آمد. لیکن خود را بردمتر حس کردم.
خیرامان را خواب برده بود. برای مهربانی و شاید تسلیت باشد به او دست دراز کردم. به من نرس، همه جایم درد می کند گفت. قریبی صبح خوابم برده است. آفتاب خیرمن زده بوده است که بیدار شدم. خواستم باز به علامت شفقت دست به کتف خیرامان گذارم که او با دستش دستی مرا برده دغلانه در جویش چسباند. این عمل را در اول گستاخی بیش نشمردم و برای تسکین دل گفتم ساربان از باد خزان در محل دهر مرنج، فکری معقول بفرما گل بخار کجاست. به یادم آمد که ظلمه‌ای پلید قصد آمدن کرده بود. البته دیگر از او خلاصی نیست. به خیرامان گفتم باید از اینجا تعجیلاً برآمده رویم. به کجا؟ پرسید خیرامان با تعجب. به جایی که ما را نشناسند جواب دادم من. چی باز شناسایی را از نو سر می کنیم؟ دیگر به هیچ کجا نمی رویم. اینجا می ایستیم. همه چیز خواستی پروردگار است. همه را از تقدیر می بینیم گفت خیرامان با علت. پیشتر او با من هرگز با چنین آهنگ گپ نمی زد. شام شد. خیرامان اولین بار گرد و اطراف کپه خسی را روبوچین می کرد. از آب کلمک ها پیش در خانه نعین را چیله چیله کرده خاک و چنگ آن را می شیناند. من هم خود را از پیشینه خیلی بردم حس می کردم. کسلی بر من اثر داشت اما کین و غضب مرا بالای پا کرده بود. این بیگاهی سیوم بعد یورش آن غول زیناکاری غارتگر بود. به خیرامان سینچکارانه نگاه می کردم. 2 روز بود که چی دلکشالی داشت. آن را من همچون خواطری یا الکی انتظاری به کدام کاری می پنداشتم. زیرا زبان گواه دل است گفتند. شنیدگیم را از او شنیده بودم. دلم ناگه زه کشید. اندیشه‌ام فقط به آمدن آن جانزاد دیوسار می رفت. مناسبت خیرامان آتش سوزش دل مرا علنگه می زد و خلاصه کردم که راحت کژدم زده کشتن کژدم است. خیرامان کارد مرا یافتی؟ به اختیار پرسیدم من از او. تو کارد نداشتی؟ خلاصه اش را اعلان کرد خیرامان. کارد یکی سفر چی؟ پرسیدم از خیرامان. انا همین خیلگوی وقتی خودت صاحب کارد و شمشیر شدی بعد به زنت فرمان می دهی. ادعا کرد و ای احسن شمشیر در یادت خوب مانده است. گفتم من هم به آهنگ شوریده، اما خود را تیز به دست گرفته خواستم سخنم را اصلاح کنم تا روزگاری به این هم بد را بدتر نسازم. خیرامان آخر من هم مرد هستم. حاضر یگان دزد و غارتگر بیاید چیکار میکنیم؟ گفتم. به این کپه خسی تو دزد و غارتگر چیکار دارد؟ اظهار داشت خیرامان. می توانستم به او پاسخی دندان شکن دهم اما دلم این را نمیخواست. خیرامان دید که من جداً خواهان دریافت کارد یکی سفر هستم. قاطعانه اظهار داشت. کارد واقعاً گم شده است. هرچند کافتم آن را نیافتم. در هیچ جا نیست. همان شب کوچا کوچ از خانه اکی محتاج یقین در کجای افتاده است. خیرامان با تبر چوبین هیزم شکسته نمی شود. با دیده و شنیده من گناهگارم، اما التماس دارم مرا کم نشمار. من جوان مردم، ننگ و ناموس دارم. من و تو طبق شریعت و طریقت زن و شوهر هستیم. مرد بر زن، زن بر مرد حق خداوندی دارند. ما از دنیا امید داریم. آینده صاحب فرزند، خانه و در می شویم. تو از حادثه‌ای که گذشت در خجالت نباش. این کارا خودت با پای خودت به خواهش خودت نکردی که چشمه مصطفی از یک آب نوشی سگ حرام نمی شود گفته او را تسلی دادم. از کارد و آدم کشی فراموش کن. امر داد خانم. خیرامان فراموش نکن اولاد من آدم کش نبودند. اگر من کشتنی باشم دیو را می کشم، اژدها را می کشم، زیناکار را، غارتگر را می کشم، نه انسان را. دانسته باش. با قهر گفتم من.
شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سعیدزاده. انجام قسم 21.